یه بنده خدایی پیام گذاشته بود، گفتش یه پسر تو محلمون کارش داربست ساختمون بود و خیلی هم آدم زحمت کشی بود. این پسر عاشق یه دختره بود، دختره هم خیلی اینو دوست داشت. بگذاریم پسر اصلا وضع مالی خوبی نداشت. چند سالی میشد با دختره نامزد بودن ولی پول نداشتن عروسی بگیرن. دقیقاً یه ماه مونده با عروسیش پسره رو داربست میافته پایین و کامل فلج میشه. خیلی با دختر صحبت میکرد، میگفت من فلج شدم، تو برو با یکی دیگه، نمیخوام پای من بسوزی. ولی دختره قبول نمیکرد. دختره میگفت اگه این اتفاق واسه من میافتاد تو هیچ وقت منو ول نمیکردی، پس من هم ولت نمیکنم. اینا به هر بدبختی که شد زندگیشونو شروع کردن. دختره میره سر کار و خرج شوهر فلجش هم میده. ببین رفیق، عشق و دوست داشتن به چند تا تکس و پیام و این چرت و پرتا نیست. عشقای واقعی، دوستیای واقعی، رفیقای واقعی فقط تو شرایط سخته که خودشونو نشون میدن. قبول داری؟